حبیب‌الله اسماعیلوف ژورنالیست مقیم شهر اصفهان 5 نوامبر سال 2023 با نشر یک ویدیو خبر داد که از جانب سازمان خیریه آرمان دلها در مرکز شهر اصفهان در نزد نقطه نانفروشی نان زایربای جهت دستگیری اهالی کمبزاعت جوان مهربانی گذاشته شده است که از آن هم روزه نفران نیازمند می توانند به طور رایگان مواد آذوقه دسترس نمایند. حبیب‌الله اسماعیلوف گفت که این نقشه دیرینه آرمان دلها جهت تشکیل جوان خوراک در مغازه‌ها و جایهای جمعیتی شهر با تشبث سهمگذاری شخصان سخاوتمند و خیرخواه از جماعت وارخ و در همکاری با نانوایخانه نان بولذت زایربای جامعه عمل پوشید. اسماعیلوف شیوه استفاده از جوان مهربانی را چنین شرح داد: هر نفر صاحب دل و خیرخواه می تواند در دایره قدرت و تواناییش بدون هیچ یک مشکلی به داخل جوان مواد خوراکه گذارد و توسط این به شخصان نیازمند کمک عملی رساند و آنهایی که احتیاج دارند به قدر احتیاجشان به طور رایگان می توانند بگیرند. یعنی گفت او ترتیب کار جوان مهربانی چنین است: نیاز داشتی بگیر، توانا باشی گذار. حبیب‌الله اسماعیلوف افزود در صورت به طور قابل قبول استفاده شدن و پیش بردن کار جوان مهربانی تشکیل کنندگان این عمل خیر و ثواب آماده‌اند که باز در 5 نقطه دیگر نانفروشی در حدود شهر اصفهان چنین جوان مهربانی بگذارند.